بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم گفتن که با تغییر آدما مشکلی حل نمیشه. در واقع خب بحث بر سر اینه، اگر واقعا فکر میکنید که مشکلات کشور با استیضاح وزیر و تغییر وزرا و این آدم‌ها حل نمیشه، پس چرا شما وزیر اقتصاد رو عوض کردید؟ پس چرا اتوبوسی بسیار از مدیران رو تغییر دادید؟ اول از آقای قالیباف تشکر میکنم که حرف آقای پزشکیان تکذیب کردن دیروز و گفتن که اون تصمیمات خسارتبار اقتصادی در جلسه سران سه قوه گرفته نشده، در جلسه دولت گرفته شده. اما مسئله اینه که آقای پزشکیان عزیز، اتفاقا آدم‌های غلط در جاهای غلط باعث مصیبت‌های بزرگ برای کشور هستند. یک نمونهش همین وزیر اقتصاد شماست که اگر فقط صحبت نمی‌کرد در همین مدت قیمت ارز و طلا الان پایین‌تر از این بود. و مسئله بعدی در رابطه با استیضاح وزیر اقتصاد هست که امیدوارم مجلس یک تصمیم بزرگی رو بگیره. اولا جایگاه نظارتی خودش رو احیا بکنه، ثانیاً به حرف مردم گوش بده. امروز در تمام نظرسنجی‌ها مردم موافق این تصمیم هستن. امیدوارم که انشاءالله هفته بعد از این آزمون مهم سربلند بیایم بیرون.